با سلام و درود رسیدیم به جلسه 5 آموزش زبان انگلیسی با کتاب اینترچنج 1. امروز قراره که یه فایل صوتی و یک مکالمه رو با همدیگه بشنویم راجع به درس‌های مدرسه و مواردی که توی مدرسه یا تو دانشگاه تدریس میشه. بریم که این درس رو با همدیگه شروع بکنیم. صفحه 4 تو بخش اسنپشات ما اسکول سابجکت رو داریم. اسکول سابجکت اینجا به معنی موضوع نیستش، به معنی در واقع درسایی که تو مدرسه تدریس میشه، مثلا ریاضی، مثلا ورزش، مثلا علوم. مثلا مورد اول کاملا تابلویی که درس ریاضیه، بخاطر همین تیش نوشته مف. مورد دوم داره یه محیط رو نشون میده که بحث مثلا آزمایشگاه و اینا هستش. اینجا چی داریم؟ بیولوژی داریم، چون داریم مثلا زیر میکروسکوپ چیزایی رو میبینه. این زیست شناسی هستش. درس بعدی که مثلا شوالیه و اینا رو نشون میده، به نظر میاد درس تاریخه، پس میشه هیستوری. بعدی یه نقشه گذاشته، در واقع نقشه کشورهای جهانه، این میشه جیوگرافی یا جغرافیا. پنجمی دارن ورزش میکنن، میشه فیزیکال ادویکیشن یا پی ای هم بهش میگن، ورزشه. ششمی داره یه چیزی رو میخونه، یه کتابی رو میخونه، این میشه لیترچر یعنی ادبیات. و هفتمی دارن یه آزمایش‌های انجام میدن با این لوله ها، و این میشه شیمی، پس میشه کمیستری. و هشتمی چی هستش؟ ساینس یعنی علومه، پس علوم دارن. پس اینا جزء موضوعاتی بودش که یا در واقع درسایی که تو مدرسه تدریس میشه و تقریبا همشون هم ما توی ایران هم داریم. و قسمت بعدی که یه سری چیزهای رو از ما میخواد انجام بدیم، قسمت اولی که اوردی انجام دادیم. Write the names of the school subjects under the pictures، یعنی اسم درسای مدرسه رو زیر هر تصویری بنویسین که این کارو کردیم. بعدی میگه what is or was your favorite school subject، میگه که اون درسی که تو مدرسه خیلی مورد علاقتون بوده، فیوریتتون بوده، چی هست یا چی بوده. حالا الان مثلا دارین درس میخونید یا در گذشته که درس میخوندید چی بوده، میتونید بنویسین که مثلا علوم رو دوست داشتین، ریاضی دوست نداشتین، یا فارسی یا ادبیات رو دوست داشتین. What subjects don't or didn't you like، کدوم درس‌ها رو دوست داشتین یا دوست در واقع دوست ندارین یا دوست نداشتین. خب تو صفحه بعدی کتاب ما یه کانورسیشن داریم. How is it going؟ یه مکالمه هستش بین آرتورو و سوجین که توی درس قبلی هم با این دو شخصیت آشنا شدیم و قراره یه فایل صوتی رو با هم دیگه گوش بدیم و بعد میایم مکالماتشون رو یاد بگیریم، با هم دیگه تمرین بکنیم. پس اول بریم فایل صوتی رو با هم گوش بدیم و بعد بیایم این جملات رو بررسی کنیم. Exercise 7. Conversation. How's it going? Listen and practice. Hi, Sujin. Hey, Arturo. How's it going? Great. How are you? I'm fine, thanks. So, are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love biology. Biology? Are you and Alexa in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Oh, okay. Hey, do you have time for coffee? Sure. I'd love some coffee. خب این فایل صوتی رو با همدیگه گوش دادیم. حالا بریم این مکالمه رو با همدیگه بررسی بکنیم و تمرین بکنیم. آرتورو میگه های سوجین، سلام سوجین. سوجین میگه هی آرتورو. هی هم یه جورایی شبیه های و خودمونی هستش. How's it going؟ How's it going یعنی حالت چطوره؟ اوضاع چطوره؟ و اون جواب میده great، یعنی عالیه. How are you؟ تو چطوری؟ یه I'm fine, thanks. ممنونم، متشکرم. So are your classes interesting this semester؟ semester یعنی ترم. خب یه ترم دانشگاهی یا تحصیلی باشه میگن semester. این ترم آیا کلاسات جالب هست، خسته کننده نیستن؟ آرتورو میگه yes they are، میگه اونا بله هستن، اونا interesting هستن، جالب هستن و دوستشون دارم. I really love biology، یعنی من واقعا عاشق زیست شناسی ام. روشی میگه biology. Are you and Alexa in the same class؟ آیا تو و الکسا تو یک کلاس هستین؟ و آرتورو میگه no we aren't، میگه نه ما نیستیم.
ما توی کلاس نیستیم. My class is in the morning. کلاس من صبح. Her class is in the afternoon. و کلاس اون توی بعد از ظهره. Okay. Hey, do you have time for coffee? یه وقت واسه قهوه دارین؟ در واقع دعوتش میکنه. نکنه اینطوری دعوت میکنه و آرتورو داره جوابشو مثبت میده. در واقع دعوت رو قبول میکنه. میگه sure, I'd love to یا I'd love some coffee. یعنی من عاشق اینم که قهوه بخورم. قهوه رو دوست دارم. یعنی با کمال میل این کار رو میکنم. با کمال میل میام باهات قهوه بخورم. خب تا اینجا کافیه. امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. لایک و کامنت یادتون نره. توی کانال یا تو صفحه حتما سابسکرایب بکنید، فالو بکنید و قسمت بعدی رو از دست ندید.